خب بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، خسته نباشید. من تو این ویدیو میخوام یه آشنایی بدم از منحنی ها و رویه هایی که تو این درس استفاده میشه. درس ریاضی عمومی 2 تا حد زیادی یک درس شهودیه، یعنی تا حد زیادی شکل محور، یا اینجوری بگیم اگر روی شکل ها و نمودارها تسلط داشته باشید کارتون بهتر راه میفته. خصوصا وقتی شما مثلا دارید با انتگرال ها کار میکنید، اون نواحی رو باید مشخص بکنید یا یه شکلی رو باید تصور بکنید، یا دوتا منحنی یا دوتا رویه رو باید با همدیگه قطع بدید تا یه نتیجه بگیرید. به خاطر همین آشنایی با رویه ها اهمیت پیدا میکنه دیگه. یه لفظم اینجا آوردم، آشنایی هستش. ما با توجه به اون توان و زمینه و مقدماتی که داریم به این درس میپردازیم. حالا اگر یک کسی خارج از فضای آموزشی ما یا غیر از دانشجویانی که باهاش سر و کار داریم داره این منحنی این ویدیو رو میبینه، بدونه که در واقع تو چه زمینه‌ای داره شکل گرفته میشه. در حالت کلی مطالبی که گفته میشه باید یه مقداری دقیق‌تر، جزئی‌تر و بیشتر باشه، ولی این تو ظرف در واقع آموزش ما داره شکل میگیره و یه جامعه هدفی دارم که برای اونا میخوام در واقع یک موضوعی رو روشن بکنم. خب درس ما اینجوری شروع میشه که ما میایم تقسیم بندی میکنیم بین منحنی های مسطح و رویه ها. ببینید هدف از منظور از منحنی های مسطح چیه؟ ما تو این صفحه کاغذ خودمون یا همین صفحه تخته‌ای که داریم یه سری اشکال داریم که معروفن، این مثلا دایره، خط و از اینجور چیزا. در مورد اینا یکم صحبت میکنیم، اونایی که نیاز داریم. اما رویه ها چی هستن؟ رویه ها اگر همین صفحه‌ای که شما دارید حالا به نوعی اینو پیچ و تابش بدید در فضا، میشه یک رویه. مثلا شما ایرانی تو که نگاه بکنید، ایرانی در واقع میتونه اینجوری تصور بشه که یه صفحه‌ای هستش که پیچ و تاب داده شده دیگه در فضا، حالا که میرم بد کشیده بشه به این صورت، یا یه همچین شکل، یا موضعاً اون شکل شما میتونه یه صفحه باشه. مثلا شما فقط یک کره رو در نظر میگیرید، یه تیکه از کره رو اینو یکم لاغرتر کنم، یه تیکه از کره رو که ببینید، این در واقع انگار یک صفحه‌ای بوده که تو فضا اومده اون تیکه رو پر کرده، یعنی از یه سری وصله هایی تشکیل شده که این وصله ها شبیه صفحه هستن. منظور از رویه این هستش. حالا این خیلی تعریفش تعریف ابتدایی و مقدماتیه، ولی اگر بخوایم دقیقاً بگیم نیاز به سری ابزار و مقدمات داریم، ولی این مفهوم برای ما کارسازه. بنابراین تفاوت منحنی مسطح و رویه رو امیدوارم متوجه شده باشید، یعنی تعاریفش یاد گرفته باشید، تفاوت که زیاد داره. خب ببینید از منحنی های مسطح چیزایی که ما داریم و میخوایم حرف بزنیم، یکیشون خطه. خط معادلش چی بود؟ y مساویه با ax به اضافه b بود. همچین اشکالی داشت. این رو به صورت ax به اضافه by به علاوه c مساوی 0 هم نشون میدن. به این میگن نمایش تابعی یا صریح، به این میگن نمایش استاندارد یا ضمنی، یعنی متغیرهای x و y ضمن هم اومدن، یعنی به صورت در هم f x و y مساوی c شده، به این شکل نشون داده میشه. خب میدونیم که حالا چند تا خط معروف بخوایم بگیم، خطی که از مبدأ میگذره این تیکه رو نداره، این عرض از مبدأ یعنی صفر، در واقع میشه y مساوی با ax. a هم که شیب خط هستش. یه بخش هم خطهایی هستن که افقی هستن و مثلا از نقطه C عبور میکنن، معادلشون میشه y مساوی 3. خطایی که افقی هستن به این صورتن، مثل y مساوی با 5، خطی که محور y ها رو در نقطه به عرض 5 قطع میکنه. به همین ترتیب این شیبش هم در واقع m برابر با 0، اینجا شیب برابر با a. به همین ترتیب ما خطهای قائم رو داریم
اگه اینجا x باشه بهش میگیم x مساوی a. خطوط قائم شیبشون تعریف نشده یا بی‌نهایتن. خب یه خطایی هم هستن گاهگداری خودشون رو نشون میدن تو کار ما، خوبه که اینا رو به خاطر داشته باشید. ببینید اگه مثلا یه خطی اینجا رو در 3 قطع کنه، اینجا رو در 5 قطع کنه، معادلش میشه اینجوری هم نوشت x به روی 3 y به روی 5 مساوی با 1. یا اگر ضرب در 15 بکنیم میشه 5x به اضافه 3y مساوی با 15. و در حالت کلی این خطوط رو ما میتونیم با این معادله بنویسیم x عام به اضافه y به عام مساوی با 1. و اگر هر دو اینها یه چیز باشن این میشه x کام y کام مساوی 1. یا اگر در کا ضرب بکنید میشه x به اضافه y مساوی با کا. این میشه معادله خط ما. خب این یه آشنایی با خط. البته خط رو شما از سال 6م 7م متوسطه، در واقع متوسط اول باش آشنا میشید. یه منحنی دیگه هم که میشناسید، فقط جهت اینکه ادبیاتمون یکی باشه اینجا بیانش میکنم، سهمیه. سهمی هم خودشو به شدت در ریاضیات نشون میده. سهمی معادلش هست y مساوی با ax2 به x به اضافه c. برای اینکه سهمی باشه ضریب x دوش نباید صفر باشه. a به c هر چی میتونن باشن غیر از اینکه a نباشه. خب حالا بسته به اینکه سهمی شما رو به بالا باشه یا رو به پایین باشه، آش مثبت یا منفیه. این سهمی ها اصطلاحاً سهمی قائم هستن که یک تابع به حساب میان، اما میتونه سهمی قائم نباشه. خب سهمی های معروفی که شما باش سر و کار دارید یا ما باش سر و کار داریم y مساوی با x2 هستش. دقت بکنید محور x ها y میفته اون محوری که این درجهش برابر با 1 هست میفته داخل سهمی. یعنی اگر مثلا فرض بکنید من بگم x مساوی با y2 این محور y ها باشه، این به این صورت میشه. این ببخشید محور x ها باشه به این صورت، این محور x ها میفته داخلش. یعنی اگه یه وقتی لازم شد شما در فضای سه بعدی سهمی های مختلفی بکشید، مثلا اگه لازم داشتید سهمی y مساوی x2 رو بکشید، خب این صفحه xy شما هست، xy شما یعنی ارتفاعی نداره، این میاد اینجا. اگر لازم شد سهمی y مساوی با z2 رو بکشید، این محور x های شما هست، محور y های شما هستش، اینم محور z ها در این جهت میشه. اگر لازم شد z مساوی با y2 رو بکشید، نسبت به این که نگاه بکنید این محور y z بشه. بذار اینجا بکشم که این به این صورت میشه z y، اینم برای خودش میاد این. و به همین ترتیب میتونید به صورتهای مختلف این رو نمایش بدید. خب پس ما اون سه حالتی که برای ما در واقع دو حالتی که برای ما مهمه، یکی این بود y مساوی با x2، این یکی میشه چی؟ x مساوی y2. اگر بخواید فرمت تابعیشو در نظر بگیرید، یعنی به صورت y بنویسید، y بالا میشه رادیکال x، y پایین میشه منهای رادیکال x. به این شکل نمایش سهمی رو ما خواهیم داشت. خب اما یه شکل خیلی معروف دایره هستش. یه کمی در مورد دایره بیشتر صحبت بکنیم. دایره این منظم ترین در واقع شکل هندسی هست. یه مرکزی داره آلفا و بتا. ویژگیش اینه که شما هر نقطه‌ای که بگیرید
فاصلهش تا مرکز مقدار ثابتیه، یعنی در واقع من هر امی که بگیرم متعلق به دایرم هر جا که باشه او ام برابر با چیه؟ آره. خب میدونم که میدونید اگه میخواید او ام به دست بیارید باید بگید چی؟ طول رو منهای طول او میکنم به توان 2 میرسونم. این عرضه رو منهای این عرض میکنید به توان 2 میرسونید. خب همه اینا فاصله میشه دیگه با آر برابره. برای اینکه زر خوشگل تر بشه اینو به توان 2 میرسونن، میشه x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2 مساوی با چی؟ R2 بچه ها. خب مثلا اگر به شما بگن که معادله دایره رو بنویسید که مرکزش 2 3 هست و شعاعش هم مثلا 3، شما میگید x منهای 2 به توان 2 y منهای 3 به توان 2 مساوی است با آرتون که 3 هست دیگه، نه 3 به توان 2 یعنی همون 9 میشه. این میشه معادله دایره شما. یا ممکنه به شما بگن که آقا تو این دایره ها شما مرکز و شعاع رو به دست بیارید، یعنی نیاز داشته باشید که مرکز و شعاع به دست بیارید. یا x2 به اضافه y2 به اضافه 2x به اضافه 2y منهای 3 مساوی با 0. خب این معادله معروف به معادله کلاسیک یا استاندارد. خب ریشه اولی و ریشه دومی مراکز به شما میدن. ریشه این منهای 1، ریشه این 3 هستش، یعنی اگه اینا رو مساوی 0 قرار بدید پس منهای 1 و 3 میشن مراکز شما. جذر عدد اینورم ببین جذر این عبارت هم به شما شعاع میده، پس شعاع من میشه رادیکال 5. خب اما این نگاه کنید ظاهر کلاسیک نداره، اصطلاحا بهش میگن گسترده شده. خب گسترده شده یعنی این اتحادا باز شدن، پس من باید اینو برگردونم. ببین شیوه برگردوندن اینجوریه که شما میرسید x2 2x یه چیزی که مربع کاملش کنه، y2 2y یه چیزی که اینو مربع کامل کنه، اتحاد کنه. این عدد رو هم بفرستید اینور. حالا هر چی که به مسئله‌تون تحمیل کردید برای مربع کامل شدن حواستون باشه باید به سمت راست هم اضافه بکنید. خب این برای اینکه مربع کامل بشه به 1 احتیاج داره. این 1 در واقع اینجوری به دست میاد که ضریب x رو نصف میکنید به توان 2 میرسونید. این هم همینطور از قضا هر دو یه چیزن. خب من 2 تا به مسئله اضافه کردم، پس الان داستان من اینجوری شده که معادله میشه x به اضافه 1 به توان 2 y به علاوه 1 به توان 2 مساوی است با 5. میشه یه دایره‌ای که مرکزش منهای 1 و منهای 1 و شعاعش برابر با رادیکال 5. ببینید در حالت کلی اگه شما معادله گسترده داشته باشید، این تو دبیرستان خوندین، اگر x2 y2 ax به y به علاوه 3 مساوی 0 من داشته باشم، همین بلا رو که اونجا آوردم میتونم اینجا سرشون بیارم، یعنی x2 و ax رو با هم بگیرم یه چیزی بهش اضافه کنم، بعد y2 رو به y رو با هم بگیرم یه چیزی اضافه کنم، این سی رو که میبرم این طرف میشه منهای سی. حالا چی باید اضافه کنید؟ نصف این میشه a دوم به توان 2 برسونید میشه a2 چهارم، نصف این میشه b دوم به توان 2 برسونید میشه b2 چهارم. پس شما باید یه A2 و یه B2 چهارم اضافه بکنید. خب حالا عبارت شما به چه صورت میشه؟ این اتحاده، در واقع میخوای اتحادش رو بسازید، جذر اولی جذر آخری رو میگیرید به توان 2 میرسونید. الان شما اینو به توان 2 برسونید همین بالاییه به دست میاد. اینم میشه y به اضافه b دوم به توان 2. این طرف چی شده؟ این طرف در واقع میشه A2 B2 منهای 4C به روی 4، پس میشه 1 چهارم A2 B2 منهای 4C. حالا اگر بخواید در واقع از روی این مستقیما قضاوت کنید، چون این تبدیل به این شده مرکزش میشه منفی A دوم منفی B دوم ریشه اینا دیگه. شعاعش هم میشه جذر این، جذر که بگیرید میشه 1 دوم 1 چهارم میشه 1 دوم، اونا میرن زیر رادیکال A2 B2 منهای 4C. حالا حفظ کردن نداره، فقط اون روش رو یاد بگیرید به نظرم مفید باشه. یکی دو تا دایره
هست که اهمیت دارن، بر محورها مماس میشن. یکی این دایره هست بچه ها، x2 y2 مساوی 2 تا ax. یکی دیگه هم هست x2 y2 مساوی با 2 تا b y. خب اگر اینو باز استاندارد بکنیم میشه x2 منهای 2ax، یه چیزی که مربع کاملش کنه، y2 این برم که صفر دارید. چه چیزی مربع کاملش میکنه؟ نصف این به توان 2، یعنی منهای a به توان 2 میشه a به توان 2. این برم خب شما باید a2 اضافه کنید. این کارا رو که بکنید میشه x منهای a به توان 2 y به توان 2 مساوی است با a2. خب این بلا رو سر اینم که بیارید عین همون میشه x به توان 2 به اضافه y منهای به این دفعه به توان 2 مساوی است با b2. خب این الان چیه؟ یه دایره مرکزش a و 0، شعاعش a. اگه بخواید اینو بکشید اذیتمون نکن ای قلم، چرا ما رو اذیت میکنی؟ بذار ببینیم. خب با یه رنگ دیگه بکشم. داستانش اینجوری میشه بچه، مرکزش میشه آ و 0، یعنی اینجا آ، شعاعش هم آ. خب وقتی شعاعش آ پس این اینطوری میشه، یعنی مماس میشه بر محور x ها. و اینم یه دایره است مرکزی 0 و بیه، شعاعش هم بیه. وقتی شعاعش بیه پس این باید به این صورت باشه، یعنی دایره هایی که بر محورها مماس میشه. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم درباره معادله پارامتری دایره هست. معادله پارامتری. ببین شما قبلا با معادله پارامتری خط آشنا شدید. ببین اصولا شما وقتی میاید یه معادله برای یه شیء هندسی می‌نویسید، مثلا x به اضافه 5، خب فرض اول اینه که اینا از یه سری نقاط تشکیل شدن x و y و این معادله یا این ارتباط داره ربط x و y رو به هم میگه اینا مثلا تو این شیء هندسی ما همیشه طول 5 تا از عرض کمتره یا y 5 تا از طول بیشتره. همیشه این ارتباط اینجوری بیان میکنه و باعث میشه شما روی به اصطلاح محورهای مختصات این رو رسم بکنید. اما این یه روش برای نمایش دیگه، بنابراین اگر شما شیوه های دیگه هم برای نمایش داشته باشید که با این معادل باشه، ممکنه یه وقتای مفیدتر باشه. حالا اگرچه بیشتر وقتا این شیوه نمایش توأم موثرتره. خب مثلا در مورد این من میتونم بگم آقا x رو میگیرم t، y من 5 تا ازش بیشتره. خب بنابراین این شیء هندسی من کاری خطه، معادلش میشه x مساوی با t، y مساوی با t به اضافه 5. t چیه؟ میتونید مثلا زمان در نظر بگیرید. t رو میتونید حالا یه متغیر دلخواه در نظر بگیرید، حالا اسمش مهم نیست چی هستش، ولی مفهوم این حرف اینه که آقا من در لحظات مختلف یه x دارم یه y دارم، بنابراین این نقطه انگار یه متحرکه، به t مقدار میدم، مقدارهای مختلف میدم، این میاد این شیء هندسی من رو طی میکنه به این صورته. خب یه چند تا معادله پارامتری رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بنابراین فرمت معادله پارامتری اینجوری هستش که شما یه x دارید که بر حسب یه پارامتری نوشته میشه، حالا ما t میگیم معمولا، y هم همینطور، اگه سه تایی باشه چند تایی هم باشه فرق نمیکنه، حالا واسه منحنی‌های صفحه چون داریم میگیم x و y داریم. این t هم توی مجموعه تغییر میکنه. این میشه نمایش پارامتری یک منحنی. خب مثلا اگه من داشته باشم x به اضافه 2y مساوی با 7، من میخوام اینو پارامتری نشون بدم. شما به یکی از متغیرشون t که بدید در اینجا، اون متغیر دیگه به دست میاد، ما میگیم t به اضافه 2y مساوی است با 7، پس y ما میشه چی؟ 7 منهای t تقسیم بر 2 یا منهای 1 دوم t به اضافه 7 دوم. بنابراین این خط ما میتونه اینجوری پارامتری بشه.
تی چیه؟ خب تی میتونه همه مقادیر، در واقع همون x دیگه، x میتونه همه مقادیر رو اخذ بکنه، در واقع دامنش آره. این میشه معادله پارامتری این خطه. یا فرض کنید y مساوی با x2 رو دارید، این یه سهمیه، x رو نگاه کنید از منفی بی‌نهایت تا بی‌نهایت تغییر میکنه. من اینو میتونم بگم آقا x تو میگیرم t، y میشه چی؟ t2. بنابراین x برابر با t، y برابر با t2. t که همون x از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت تغییر میکنه. گاهی اوقات میگن آقا این خم رو میتونیم در صفحه به عنوان یه مجموعه برداری یا یک تابع برداری نشون بدیم، به این صورت که طولش تیه، عرضش در هر نقطه برابر t2، تی هم از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت تغییر میکنه. در واقع خم پارامتری اینجوری هم نشون میدن xt i y t j. حالا میشه ادامه هم داد دیگه، تو تابع برداری این موضوع رو احتمالاً دیدید یا میبینید. خب بریم یه منحنی دیگه رو ببینیم. خب یه شرطی میذاره، مثلا y مساوی با x2 میگه برای x های بزرگتر مساوی با 3. خب نگاه بکنید اینجوری. حالا بچه‌هایی که درس ریاضیات مهندسی میگیرن توی انتگرال منحنی الخط واسه تابع مختلط این پارامتری کردن ها بهشون کمک میکنه تو شروع کار حداقل. خب بازم x رو بگیرید t، y تون میشه t2. بنابراین منحنی شما میشه x مساوی با t، y مساوی با t2. منتها t این دفعه بزرگتر مساوی با 0. یا میگید منحنی من برابر میشه با ti به اضافه t2j. t از 0 تغییر میکنه تا بی نهایت. بذار این رو عوض کنم کم تنده تر بشه رنگ ما. خب در حالت کلی پس یادتون باشه اگر ما یک تابع داریم y مساوی fx که این xش متعلق به یک مجموعه ای هست، شما میتونید به این صورت پارامتری کنید. آقا به متغیرش بدید t و y شما میشه ft دیگه، بعد t هم متعلق به d. یا اگر خواستید به صورت برداری نشونش بدید میشه ti به اضافه ftj. یعنی این الان شما فرض بفرمایید یه تابعی دارید، این مجموعه‌ای که دارید اینجا این f، این مجموعه‌ای که دارید دامنش هستش دیگه، دامن x. این به این صورت پارامتری میشه. خب اما یه وقتایی هم هست که عبارت شما یا منحنی شما تابع نیست، مثل دایره. ببینید دایره تابع نیستش، یا بیزی. اون وقتی که اون تکنیک بالا ممکنه کمکتون نکنه. ببینید در مورد دایره مثلا ما میتونیم به این شیوه هم پارامتری بکنیمش. x منهای آلفا به توان 2 بود، y منهای بتا به توان 2 مساوی با r2 بوده دیگه، درسته؟ دقت هم بکنید یک خم رو ممکنه به شیوه های مختلفی بشه پارامتری کرد، ولی وقتی رسم بشه یه مجموعه رو به شما میدن، یا اصطلاحاً برد این پارامتری سازی یه چیزه ولی منحصر به فرد نیست. ممکن اصلا یه منحنی رو 1000 جور بشه پارامتریش کرد. حالا یه شیوه استاندارد برای پارامتری کردن دایره اینه. ببینید این اگه من بنویسم x منهای آلفا به توان 2 به روی r2، y منهای بتا به توان 2 به روی r2 مساوی با 1 میشه. ضمناً اینجوری هم دید دیگه. یه بحثی رو تو پرانتز بکنیم. ببین چرا ما مثل قبل مثلا اگر معادله x2 به اضافه y2 مساوی با r2 داریم نمیتونیم از اون رابطه استفاده کنیم که بگیم x رو میگیریم t؟ خب اگر بگیری اون وقت یه اتفاقی میفته. ببینید y2 شما میشه r2 منهای t2، y میشه مثبت و منفی رادیکال r2 منهای t2. یعنی دو تا مقدار مختلف به دست میاد و ما باید به جای y یک مقدار بنویسیم. به خاطر همون اون شیوه خیلی موثر نیست، مگر اینکه شما یه تیکه از دایره‌تون رو بخواید، یه بخشش رو بخواید، مثلا بالا رو بخواید یا پایین رو بخواید که بشه به صورت یک تابع باش برخورد کرد. خب برگردیم اینجا چون میترسیدم یادم بره وسط حرف
برگشتم و اینو تو پرانتز براتون گفتم. خب ببینید این عبارتی که میبینید اگه خوب دقت بشه بهش ما رو میتونه یاد یه چیزی بندازه. مجموع مربعات دو چیز حاصل شده یک. ما یه نسبتی از قدیم میشناسیم به نام سینوس کوسینوس که سینوس به توان 2 به اضافه کوسینوس به توان 2 میشه 1. به خاطر همینم میتونید اینا رو به دلخواهی یکیشونو کوسینوس یه چیزی بگیرید، یکیشم سینوس یه چیزی. حالا معمولا چون تو شکم سینوس زاویه میریزن به جای تی بهتره بگیم تتا، ولی هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا اگه این کارو بکنیم پس x منهای آلفا به روی r میشه کوسینوس تتا. میتونید اسم این سینوس بذارید، اسم اونو کوسینوس بذارید، هیچ فرقی نداره. از اینجا x منهای آلفا میشه r کوسینوس تتا و x شما میشه آلفا به اضافه r کوسینوس تتا یا r کوسینوس تتا به اضافه آلفا، هیچ فرقی نداره. و به همین ترتیب اونم میشه چی؟ y منهای بتا، y منهای بتا به روی r میشه سینوس تتا و y میشه بتا به اضافه r سینوس تتا. خب پس من دارم دیگه چی؟ x من برابر است با آلفا به اضافه r کوسینوس تتا و y من برابر است با بتا به اضافه r سینوس تتا. این میشه معادله پارامتری دایره‌ای که شعاعش آر، مرکزش آلفا و بتا. مثلا اگه به شما بگن x منهای 5 به توان 2 y منهای 7 مساوی است با مثلا 5 رو شما پارامتری بکنید چی میگید؟ میگید مرکزش که همون آلفا و بتا 5 و 7 میشه، این آلفا این بتا. شعاعش هم که جذر این بود دیگه میشد رادیکال 5. حالا دزد حاضر بزم حاضر. ببینید بذارید کنار هم، آلفاتون هست 5، آرتون رادیکال 5، اینم میشه کوسینوس تتا. اینم عرض کنم به خدمتون 7 به اضافه رادیکال 5 به اضافه سینوس تتا. حالا تتا هم در واقع کنید یک دور کامل که حرکت بکنه دوباره برمیگه سرجا اول خودش، به این صورته. میشه یه تعبیر هندسی هم از این داد، یعنی یه جوری هندسی هم به این ماجرا نگاه کرد. اول بذار من یه سر و سامون بدم بعد هندسی براتون نگاه کنم. ببینید در حالتی که آلفا مساوی 0 بتا مساوی 0 باشه، یعنی مرکز ما مبدأ مختصات باشه، معادله چی میشه؟ میشه r کوسینوس تتا، y هم میشه r سینوس تتا و معادله دایره به این شکل در میاد. r کوسینوس تتا اگه برداری بخوایم بنویسیم به اضافه r سینوس تتا در j، این شکل رو خواهیم داشت. خب یه نگاه جور دیگه هم به مسئله داشته باشیم بد نیست. ببینید فرض بکنید که شما یه دایره ای دارید، این دایره شما یه مرکزی داره آلفا، اینم بتا، اینم نقاط مختلف دایره هست. خب ببینید این x اینم y دیگه، درسته؟ وقتی میگیم x اشاره داریم به از اینجا تا اینجا، یعنی این برابر با x و y هم بچه ها میشه از اینجا تا اینجا. خب یه تیکه اینجا دارید بچه ها، یه تیکه هم اینجا دارید. در واقع x شما از آلفا یه مقداری بیشتره تو این شکل، y شما هم از بتا یه مقداری بالاتره. اما ببینیم داستان به چه صورته. نگاه کنید، اگر شما اینو به اینجا وصل بکنید و این بشه زاویه تتا شما، ببینید این تتا که میچرخه از 0 تا 360 کل دایره شما پیموده میشه. حالا اگر به مثلثات ما مراجعه بکنیم خاطرمون باشه، این r باشه بچه ها، این تتا باشه، این عمودیه میشه r ضرب در سینوس تتا، این افقیه میشه r ضرب در کوسینوس تتا. پس نگاه ببین این افقیه چیه؟ r ضرب در کوسینوس تتا. پس از اینجا تا اینجا میشه چی؟ r کوسینوس تتا. پس این x من میشه آلفا به اضافه r کوسینوس تتا. خب اینم که میشه r سینوس تتا، یعنی از اینجا تا اینجا میشه چی؟ r سینوس تتا. پس y من میشه بتا به اضافه r سینوس تتا. یعنی ما میتونیم اینجوری هم مسئله رو
نگاش بکنیم. خب اینم یه موضوع. بله خب یه نکته دیگه هم بگم اگر خاطرتون باشه از درس ریاضی 1 ما یه اتحاد اویلری داریم، اون میگفت ای به توان آی تتا برابر است با چی؟ سی آی اس تتا، یا اینجوری میشه گفت کوسینوس تتا به اضافه آی سینوس تتا. این آی عدد موهومی بود، تو نمایش میشد این اینجوری گفت کوسینوس تتا و سینوس تتا، تو صفحه میشد اینجوری نشون داد. خب حالا اگر این نگاه رو مد نظر قرار بدید، شما میتونید بگید که یک دایره در صفحه مختلف در واقع به این شکل دیگه یه شعاعی داره. ببینید الان این سینوس تتا کوسینوس تتا در واقع حالا مبدأ در نظر بگیرید. ببینید هر نقطه‌ای که شما در نظر بگیرید، شعاع رو اگر یک در نظر بگیرید، این تیکه این تتا باشه، این تیکه میشه سینوس تتا، این تیکه میشه کوسینوس تتا. پس این نقطه در واقع هست کوسینوس تتا و سینوس تتا دیگه. تتا هم وقتی بین 0 تا 2 پی حرکت میکنه کل این دایره پیموده میشه. بنابراین وقتی شما میگید ای به توان آی تتا، تتا بین 0 تا 2 پی، اشاره دارید به کل محیط دایره. حالا اگه شعاعش خواست آر باشه میگیم آر ای آی تتا میشه معادله دایره وقتی تتا بین 0 تا 2 پی تغییر میکنه. خب این از این. یه لحظه نگاه کنیم این زمان دستم باشه. خب این دایره بچه ها. حالا بریم سراغ داداش کوچکترش، یعنی بیزی. بیزی مدرن‌تر و شیک‌تره، در واقع تعمیم مفهوم دایره است دیگه. نکات زیاد داره، ولی اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که وقتی شکل و قوارش رو دیدیم تشخیص بدیم چه معادله‌ای داره. خب ببینید بیزی همچین شکلی داره. اگر مبدأش باشه مثل دایره آلفا و بتا، ما به این میگیم قطر بزرگ. حالا اسمای دیگه هم داره ولی اینجا قراردادمون این باشه. این هم قطر کوچکه. اندازه قطر بزرگ رو اگر 2 تا آ ببینیم، یعنی اینجا آ باشه اینجا هم همینطور، و اندازه قطر کوچک رو بی ببینیم، میشه براشون معادله نوشت. منتها واسه معادله نوشتن باید اینا رو تفکیک کنیم به حالتهای استاندارد افقی و قائم. خب اگه قطر بزرگی افقی باشه میگیم شکل افقی، اگر قطر قائم باشه میگیم شکل قائمه. حالا این شکلی که داریم افقیه دیگه، نه؟ شبیه دایره، یعنی x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2 مساوی است با میگفتیم r2 دیگه، نه؟ خب اما اینجا یه اختلافی داره. اینجا 1 میذارید، قطر بزرگ رو وقتی شکل شما افقیه نصفش به توان 2 رو زیر این میذارید، نصفش به توان 2 رو زیر این میذارید. این معادله شکل چی میشه؟ افقی میشه. خب و اگر قائم بود یعنی شکل به این صورت بود، اینجا آ اینجا ب، همیشه اون بزرگه عدد بزرگتر آ هستش. این پس افقی بیزی من، یعنی شکل اینجوریه. بازم بنویسید x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2 مساوی با 1، ولی این دفعه عدد کوچکتر رو زیر x میذارید، یعنی b2 به اضافه a2. این شکل رو قائم میکنه. ببینید یه کوچولو باید اولش دقت بکنید که فرقش رو متوجه بشید. حالا اگرچه خیلی این تفاوت‌ها محل نزاع نیست. ببین فرض کنید مرکز بیزی شما 2 منهای 3 باشه دوستان، آش برابر با 4 باشه، بش برابر با 3 باشه. خب اگه به شما بگن شکلتون افقی معادله بنویسید، میگید x منهای 2 به توان 2 y منهای 3 به توان 2 مساوی با 1. افقی که میخواید بنویسید این آی شما باید زیر x باشه، یعنی میشه 16.
بعد اون 3 هم به توان 2 باید زیر ایگرگ باشه. این میشه افقی نویسیش. اگه بخواستید قائم بنویسید برعکس بود، یعنی x منهای 2 سر جاش بود، یعنی این طوله کنار x همیشه، این هم همیشه کنار ایگرگ. ایگرگ به علاوه 3 به توان 2، ولی جای اینا عوض میشد. خب بنابراین اگه وقتی شما خواستید تشخیص بدید شکل شما افقی یا قائمه، دیگه حالا راحتید. مثلا میگیم x به اضافه 2 به توان 2 25 به اضافه y منهای 4 به توان 2 4 مساوی با 1. خب شما نگاه کنید، اول a رو پیدا کنید. a اونی که بزرگتره، این در واقع a2، یعنی a تون میشه 5، اینم b2، b تون میشه 2. اگه a زیر x بود شکل شما افقیه، اگه زیر y بود شکل شما قائم میشه. یه نکته بعدی که داریم اینه که شما میتونید این معادله رو معادله این از نگاه کنید. x منهای آلفا به توان 2 به اضافه y منهای بتا به توان 2 مساوی r2 معادله دایره بود. x منهای آلفا به توان 2 به روی مثلا a2 y منهای بتا به توان 2 به روی b2 مساوی با 1 معادله بیضی حالا افقی. قائمش هم فرق نمی‌کنه. حالا کنید اگر به جای a بذارید r، به جای b هم بذارید r، چه اتفاقی میفته؟ طرفین هم در r2 الان ضرب کنید، همون معادله بالا به دست میاد دیگه. یعنی اگر تو بیضی اندازه قطرها با هم برابر بشه، ما انتظار داریم که شکل ما به دایره تبدیل بشه. یعنی دایره اصطلاحاً حالت حدی بیضی هستش. فرمول مساحتش هم اینه، ببینید پی آب، که اگر این آب و به جفتشون آر بشن یعنی دایره بشه شکل شما، میشه پی آر دویی که ما از دایره انتظار داریم. اینم یه نکته از بیضی. حالا همون تکنیکی که شما برای بیضی برای دایره به کار بردید بیاید برای بیضی به کار ببرید. چی بود؟ می‌خواستیم معادل پارامتری بنویسیم. ما داریم الان x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2، این به رو a2 این به رو b2 مساوی است با 1 دیگه. شکل شما چه شکلی الان؟ افقیه. بیاید بگید آقا x منهای آلفا به روی a به توان 2 y منهای بتا به روی b به توان 2 رو 1 میگیرم. حالا مجموع مربعاتشون چون 1 شد، یکیشو بگیرید کوسینوس تتا، اختیاریه کوسینوس یا سینوس گرفتنش، ولی خب یکی رو گرفتی سینوس، اون یکی دیگه رو دیگه نباید سینوس بگیری دیگه. خب این دوتا به شما میگن که آقا جون x شما میشه آلفا به اضافه a کوسینوس تتا، y شما میشه بتا به اضافه ب سینوس تتا. تتای شما از 0 تغییر میکنه تا 2p. دوستان نکته ای که هست اینه، ببینید همیشه آ رو که پیدا بکنید، آ ضریب سینوس کوسینوسه، اونیه که گنده تره. اگر اونی که گنده تره کنار x بود شکل شما چی میشه؟ افقی میشه. خب بنابراین اگر مثلا من معادلم به این صورت باشه، x مساوی با 3 به اضافه 4 تا کوسینوس تتا، y مساوی منهای 5 به اضافه 6 تا سینوس تتا. خب اولا آلفا و بتا مرکز رو میده به شما، یعنی 3 و منهای 5. بعد اونی که بزرگتره تو ضریب ها آ رو به شما میده، این آ تونه این ب تونه. چون آ در کنار ایگرگ هست شکل شما حتما شکل چی میشه؟ قائم میشه. بنابراین معادله که مینویسید باید بگید x منهای 3 به توان 2 اگه بخواید دکارتی بنویسید، y به علاوه 5 به توان 2 مساوی 1. خب a2 رو باید زیر y بذارید، یعنی باید بنویسید 36، اونم که 4 رو زیرش میذارید میشه 16. اینم یه نکته. خب یه شکل دیگه ای داریم به نام حضلولی. بعدی ما توی درس‌های دبیرستانی می اومدش، الان فقط اسمش میاد. حضلولی توی سری پدیده‌های فیزیکی خودش نشون میده و خصوصا تو فیزیک یا حالا مثلا فیزیک نظری هم شما باهاش مواجه میشید. ولی خب انقدر بدونید شکلش اینجوریه یا اینجوریه.
و به این میگن حضلولی افقی، به این میگن حضلولی قائم. اگه بخواید معادله براش بنویسید، حالا در واقع میشه اینا رو انداخت داخل، من بد کشیدم، اگه بخوایم بکشیم اینا رو توی جعبه های به ابعاد 2A و 2B، یه جوری از این جعبه ها استفاده کرد برای رسمشون و این هی میاد به اینا نزدیک و نزدیکتر میشه، بهشون میگن شاخه های مجانبش. به این صورت معادله این به این شکل در میاد، میشه x منهای آلفا به توان 2 مثل بیزی، y منهای بتا به توان 2 مساوی با 1. اینجا A2 رو میذارید، اینجا B2 رو میذارید و اگر شکل شما قائم باشه اینجوری میشه y منهای بتا، اون اول نوشته میشه به روی A2 x منهای آلفا به توان 2 به روی B2 مساوی با 1. خب این هم ریزه‌کاری هایی داره، فقط من در حد دونستن دارم به شما میگم و دو تا شکل خاصش رو اینجا براتون میکشم. ببینید اگر مثلا شما دارید x2 منهای y2 مساوی است با A2، این شکل افقیه. ببینید اگر به y تون بدید 0، A منهای A به دست میاد، یعنی اینجا میشه منهای A، اینجا میشه A و بعد شکل شما کم کم از این ور دور میشه، این افقیشه. و اگر داشته باشید y2 منهای x2 مساوی با b2، این به این صورت در میاد، اینجا منهای b، اینجا b هستش روی محور y، اینم محور y هستش. خب به عنوان یه تمرین ببینید ایده‌ای دارید برای پیدا کردن یک معادله پارامتری برای این شکل یا نه؟ پس این یه تمرین باشه که معادله پارامتری برای این پیدا کنید، یعنی x و y از هم جدا کنید دوستان. خب حالا ببینید بریم سراغ رویه ها، یعنی اشکالی که حالا 3 بعدی هستن اما در واقع 2 بعدی هستن، یعنی در فضا نشون داده میشن ولی به طور موضعی اینا چی هن؟ از سطح اومدن، یعنی تیکه 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 تیکشون که بکنید در واقع میشه اینا رو با یه سری سطوح تقریب زد، وصله کردش، مثل توپ 40 تیکه در واقع. به اینا میگیم حالا رویه. حالا اون رویه هایی که ما باشون سر و کار داریم در قالب مفاهیمی مثل مفاهیمی که بهش میگن فرم های درجه 2 میگنجن، فرم های درجه 2 استاندارد که فرمت کلیش اینجوریه ax2 by2 cz2. ببینید چون میری تو فضا پای z میاد وسط، a'x b'y c'z به علاوه حالا یه عدد ثابت مساوی با 0. وقتی که آب و سوای شما تغییر میکنن، این ضرائب تغییر میکنن، شکل‌های مختلفی برای شما ایجاد میشه که من چند تا رو براتون اینجا میگم. شکل اول کره هستش، کره و بیزیگون، اینا از یک خانواده هستن مثل دایره و بیزیگون. خب کره رو که خب به قیافه میشناسید، ویژگیش اینه که یک مرکزی داره، شما هر نقطه روی کره که بگیرید این فاصله برابر با آر میشه. خب یعنی از مرکز به یک فاصله. حالا اگر مرکز کره‌تون آلفا بتا گاما باشه، دایره یادتونه چی میشد؟ x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2 مساوی با r2. اینجا شما یه زد منهای گاما به توان 2 هم اضافه میکنید، یعنی مثلا اگه مرکز دایره‌تون باشه 1 منهای 1 2 شعاعش باشه 3، معادلش میشه x منهای 1 به توان 2 y به علاوه 1 به توان 2 z منهای 2 به توان 2 مساوی است با چی؟ 9. حالت خاص اینه که مرکز مبدأ مختصات باشه.
و شعاع R باشه، میشه x2 y2 z2 مساوی با r2. کره استانداردش میگیم. خب این از این. حالا بحث بعد هر شکل این بود که پارامتر سازیش هم بگیم دیگه. ما توی ویدئوی دیگه درباره مختصات استوانه‌ای و قطبی و اینجور چیزا صحبت میکنیم و مختصات کروی که اونجا توضیح میدیم براتون که اینا رو چجوری میشه پارامتری کرد. خب حالا تعمیم این میشه، شما دایره‌هاتون بیزی‌هاتون چی میشد؟ x منهای آلفا به توان 2 به روی a2 y منهای بتا به توان 2 به روی b2 مساوی با 1 میشد. اینجا شما یه ضد منهای گاما به توان 2 به روی مثلا 3-2 بذارید، بهتون چی میده؟ شکلی رو میده که ما اسمشو میذاریم بیزیگون. بیزیگون چیه؟ این توپای فوتبال آمریکایی یا خربزه مشهدی رو که نگاه بکنید، این همون بیزیگونیه که ما در موردش صحبت میکنیم. خب این یه کمی نیاز داره به سلیقه تو کشیدن که حالا من خیلی تبحر ندارم بچه‌ها، ولی امیدوارم حداقل مفهوم رسونده بشه. ببینید وقتی شما تو صفحه z مساوی با، بذارید من اینو ساده کنم که مرکزش بشه مبدأ مختصات برای توضیح دادن، یعنی آلفا 0 بشه، بتا 0 بشه، گاما هم 0 بشه. پس میشه x2 به روی a2 y2 به روی b2 به اضافه z2 به روی c2 مساوی با 1. ببینید اگر زدتون 0 بشه چه اتفاقی میافته؟ میشه x2 به روی a2 y2 به روی b2 مساوی با 1. یه بیزی هستش که تو این صفحه پایینی داره کشیده میشه دیگه، که اگه خاطرتون باشه میگفتیم چی؟ x2 به روی a2 y2 به روی b2 مساوی 1 رو میخوای بکشید، یعنی در امتداد محور x ها شما منهای a و a دارید، اینجا منهای b و b دارید. خب پس این شکل من در واقع اینجا اینجوری میشه، یه بیزی دارم به این صورت. خب هر کدوم از این صفحات دیگر هم در نظر بگیرید، یعنی اگر مثلا بذارید x مساوی با 0، میرید تو صفحه z o y صفحه پشتیه، اونجا هم باز یه بیزی دارید، به این صورت. توی صفحه y مساوی 0، یعنی این صفحه کناری هم شما یه بیزی دارید. در نهایت شکل شما به این صورتی در میاد که الان وقتی من بکشم یکم مبهم میشه، ولی یه شکل بزرگتر میکشم چون ما هیچ وقت نمیخوایم شکل رو بکشیم، فقط یه تصوری باید ازش داشته باشیم. ببینید یه بیزی اینجوری بکشیم، یه بیزی از کنارش بکشیم، این توی یه صفحه دیگه میاد، یه بیزی هم اینجوری بکشیم، این که میره پشت رو ما که نمیبینیم، یه همچین شکلی میشه بیزی ما، شبیه مثلا آر تویوتا از اینجور داستان. خب بهش میگن بیزی کن. این یکی از رویه هایی که باش مواجهید. شما باش کار خاصی نمی کنید. حالا معمولا با حالتهایی که ساده هستن ما سر و کار داریم، یعنی معمولا مبدأ مختصات از x2 به روی a2 y2 به روی b2 z2 به روی c2 مساوی با 1، مثلا دو تا شبیه هم هستن، یعنی توی یه صفحه اینا دایره میشه، این a و یا با هم برابرن یا b و c برابرن، از اینجور داستان ها. خب یه شکل دیگه ای که داریم، بذارید من به ترتیبی که براتون آماده کردم بخونم. بیزیگون رو گفتم، بیزیگون سهمویه. خب اسمش هست بیزیگون سهموی، حالا علتش هم میگم براتون. بیزیگون سهموی. ببین اولا معادلش رو برات بنویسم. y نباید بگم اینجا، باید بگم z، یعنی ارتفاع میشه x2 به روی a2 y2 به روی b2. خب
ببینید اگه بخواید یه همچین شکلی رو بکشید، به زد مقادیر مختلفی میدید. اولا چون اینا مثبتن، زد منفی نمیتونه باشه، یعنی این شکل هیچ وقت پایین نمیاد، همیشه بالای این صفحه قرار داره. اگه زد رو 0 بدید، خب این میشه 0، یعنی نقطه‌تون میشه 0. اگه زد رو 1 بدید، خب میشه یه بیزی در واقع که مثل قطرهاش نصفش آ و ب هستش، اینجوری میشه، میاد اینجا مثلا یه همچین چیز. حالا اگه مثلا زدو بدید 4 چه اتفاقی میفته؟ اون 4 میاد در مخرج، میشه x2 به روی 4a2 که میشه 2a به توان 2. اونم y2 به روی 2b به توان 2 مساوی با 1. حالا من 4 دادم، هر چیز دیگه هم میدادید مثبت، فرق نمیکردم، ولی بخواستم این رادیکالی دیگه نشه در مخرج. خب این دفعه دوباره یه بیزی میشه، ولی ابعادش 2 برابر شده اینجا، یعنی وقتی میرید بالاتر ابعادش بالاتر میره. به همین ترتیب همینجوری که میرید بالای همچین اتفاقاتی میفته، پایینتر پایینتر پایینتر. حالا اگر این شکل رو مثلا من خوب میکشیدم و تصور خوبی ازش میدادم، این شبیه کاسه میشد که به تدریج که میره بالاتر دهنش بازتر و بازتر میشه، یا یه دیش که در واقع میره به سمت بالا، بسته به اینکه چقدر باز شده باشه. درسته؟ خب این بخش بیزیگونش رو مشخص کرده دیگه، یعنی شما رو صفحه های زد مساویه با سی که سی بزرگتر از صفره، وقتی اینو قطع میدید میبری، شبیه چی میشه؟ بیزی میشه. خب پس من وقتی اینجوری میبرم شبیه بیزی میشه. به اینا میگن منحنی های تراز اصطلاحاً. منحنی های تراز یعنی روی همه اینا که ایستادی زدتون ثابته. خب اما میتونستید شما این رو به جای اینکه به موازات محور صفحه زد مساوی 0 برش بدید، به موازات صفحه x مثلا 0 برش بدید. درسته؟ خب الان x رو بذاری 0 چه اتفاقی میافته؟ معادله شما میشه z مساوی با y2 به روی b2. بیا فرض کنیم بمونه مثلا 1. خب این معادله چیه؟ ببینید این معادله سهمی نبود، ما نمیگفتیم y مساوی با x2 سهمی هستش که محور y ها تو شکمشه و x برش مماسه. خب اینم الان میشه یه سهمی که محور z ها تو شکم بشه مماس بر محور y ها هستش. یعنی این چیزی که این دور قرار میگیره، این چیزی که اینجا مثلا قرار میگیره، اینجاها قرار میگیرن، اینا سهمی هن. یعنی وقتی شما بیاید با صفحاتی که موازی محور z ها هستش و از مبدا میگذره اینا رو قطع بدید، اینها میشن چی؟ سهمی. حالا بارزترینش اینه که شما اینجا میبینید، ولی در جهت محور x ها هم اگر حالا محور x ها باشه، در این جهت هم وقتی برش داده بشه بازم چیه؟ سهمیه. یعنی برش های افقی به شما بیزی میده، برش های قائم تو این شکل به شما سهمی میده. به خاطر همین بهش میگن بیزیگون سهموی. دقت هم بکنید وقتی z درجهش 1 محور z ها رو میخوره. خب اگه مثلا شما داشتید x مساوی y2 به اضافه z2، حالا 1 گذاشتم به جای آبه، این محور x ها میرفت تو شکمش، و اگر داشتید y مساوی با z2 به علاوه x2، محور y ها میرفت تو شکمش. این به این صورت میشد. ما به این میگیم بیزیگون سهموی. خب شکل بعدی اینه. حالا من آخر سر اینا کنار هم می نویسم، مقایسه میکنیم. شکل بعدی مخروطه یا مخروط بیزوی بهش میگن. ببینید قبلی چی بود؟ z مساوی x2 به علاوه y2. این حالا میشه z2 مساوی x2 به علاوه y2. خب و اگه بخوایم رسمش بکنیم، اینجا دیگه زدتون میتونه منفی هم باشه. شما الان محوراتون در نظر بگیرید. این چه داستانی داره؟ شما به z 1 بدید یه دایره بهتون میده، اینجا 2 بدید یه دایره دیگه میده. ولی
وقتی یک بدید و منهای یک بدید یه چیز میده، یعنی بیاید پایین هم همینو به شما میده، منهای دو هم بدید همینو به شما میده، کوچیکتر 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 اینجوری میشه. اگه اینا رو که هم دیگه رسم مثل وصل بکنید یا نزدیک هم بکشید، شکلی که ایجاد میشه به این صورته که محور زدها تو شکمشه. خب به همین ترتیب اگر عوض بکنید بگید x2 مساوی است با y2 به علاوه z2، شما مخلوطی خواهید داشت که از شکمش محور x ها میاد بیرون. یا اگر y2 مساوی با z2 به علاوه x2 بشه، این محور y ها اینم مخلوط شما میشه به این صورت. پس بهش میگیم چی؟ مخلوط بیزیگون. حالا بیزیگونش هم به خاطر اینه که این حالا من اینجا دایره شده، ولی اینجا اگر A2 B2 بود اینا واقعا بیزی میشدن دیگه، یعنی مثلا این ابعاد A بود این B بودش، حالا ما دایره دایره کشیده. خب اینم از این. خب یه شکل دیگه به این صورته x2 به اضافه y2. خب این مساوی z2 بود که میشد مخلوط دیگه، اینو بیارید این ور میشه منهای z2 مساوی با 0. این همون مخلوطه. اما اگه 0 نباشه، یه عدد مثبت باشه، چه اتفاقی میفته؟ خب این در واقع x2 به اضافه y2 شما میشه r2 به اضافه z2. این که یه عدد ثابت، اینم مثبت همیشه. خب ببینید اگر شما بیاید این محور z ها به زدتون بدید 0، یعنی تو این صفحه باشه، صفحه پایینی، خب چی به دست میارید؟ x2 به علاوه y2 مساوی r2 که این یه دایره هست. خب به تدریج که به زد مقادیر بیشتری میدید فرقی هم نمیکنه، زد مثلا 1 بدی یا منهای 1 بدی یه اتفاق میفته. یعنی اتفاقی که زیر محور به فاصله 1 متر میفته با بالای محور فاصله 1 متر یکیه، و اون اتفاق اینه که خب مثلا اگر این آرتون ثابته، مثلا هست 9، بهش 1 بدید میشه 10، منهای 1 هم بدید میشه 10. خب بازم میشه یه دایره، اما این دفعه شعاع دایره‌تون چیه؟ بیشتره. خب همین اتفاق پایین هم میفته، بیشتر. این شکل شما به تدریج وقتی بکشید اینجوری میشه. به این میگن حضلولیگون یک پارچه. چی شد؟ حضلولیگون یک پارچه. یعنی شکل کلیش اینجوریه. این شبیه نیروگاه گازی مثلا، حالا از اینجا که ببینید، و محور زدها تو شکم میشه. یعنی اگر اینجوری نوشته بشه، یعنی کنار R2 ثابت این باشه، یا در واقع زدش قرینه بشه، به این شکله. اگر مثلا بگیم x2 به اضافه z2 مساویه با R2 به اضافه y2، این کشیدگیش در جهت محور y ها میشه، به این صورت میشه. خب حضلولیش کجا خودش نشون میده؟ اینجا نشون میده. ببینید اگر شما x تون y تون 0 باشه، خب این میشه x2 منهای z2 مساوی r2. یه حضلولیه. این حضلولیه اینا هستن، نگاه کنید اینجوری هستن. یا حالا اون پشتش هم اگر بکشید به این صورته. اگر xش هم 0 بود باز میشد y2 منهای z2 مساوی r2 و اینم یه حضلولی میشد. یعنی اگر با صفحات مناسب قطع بدید، سطح مقطعهاش یا تو افقیاتون دایره و بیضی میشه، یا به صورت قائم اگر قطع بدید به شما عرضم به خدمتتون که حضلولی میده دوستان. خب اینم از این. یه حضلولی دو پارچه هم هست که معادلش اینجوریه، z2 منهای x2 به اضافه y2 مساوی با r2 هستش. ببین فرق این با اون اینه، اونجا میگفتیم x2 به اضافه y2 منهای z2 مساوی با r2، یعنی میتونستید بگید x2 به اضافه y2 یه طرف، r2 به اضافه z2 یه طرف. اما اینجا تو بالای z2 تنها یه طرفه، r2 به اضافه x2 به اضافه y2 میشه، نمیشه این کار باشه انجام بده. خب در این مورد، یعنی این شکلی که اینجوریه، شما مثلا اگر به x تون
به زدتون 0 بدید، خب x2 به اضافه y2 تون میشه منفی r2. خب نمیتونه منفی بشه، یعنی ما اینجا منحنی نداریم. انقدر باید برید بالا تا زدتون r بشه. زدتون تازه r شد، اتفاقی که میفته اینه که x2 به علاوه y2 0 میشه یا منهای r. به تدریج که میرید بالاتر حالا دوباره اون دایره ها ساخته میشن، یعنی انگار دو تا سهمیگون بیضوی دارید که در دو طرف ساخته میشه. به این میگن حضلولیگون دو پارچه. داستان دو پارچهش که معلومه، داستان حضلولیش هم اینه که شما ببینید حضلولی هایی دارید در جهت های مختلف به این صورت. حضلولی اینجوری بود دیگه، به این صورت ساخته میشه. یعنی اگر سطح مقطعاتون سطح مقطعهای قائم باشه، یعنی برشی که میدید از شکلتون برش های قائم باشه، به این صورت در میاد. ولی اگه برش های افقی بدید به این صورت، به شما دایره یا بیزی. خب اینم از این. یک منحنی هست زین اسب که گذاشتم تحقیق کنید، z مساوی با x2 منهای y2. منحنی زین اسب. حالا البته اینجا میتونید a2 اینجا b2 هم بذارید و سعی کنید شکلشو در بیارید ببینید به چه صورته. پس ببینید یه بار کنار هم بنویسم اینا رو براتون. x2 y2 به اضافه z2 مساوی با r2، یا در واقع x منهای آلفا به توان 2، y منهای بتا به توان 2، z منهای گاما به توان 2 مساوی r2. این کره بود بچه‌ها که مرکزش آلفا بتا گاما بود. اگر اینو تعمیم میدادید a2 y منهای بتا به توان 2 b2، z منهای گاما به توان 2 c2 مساوی است با 1. این میشد بیزیگون خربزه مثلا. اگر داشتید z2 مساوی با x2 به اضافه y2 میشد مخروط. اگر به جای z2 z داشتید مساوی x2 به اضافه y2 میشد کاسه. اینجوری میشد که بهش میگفتیم بیزیگون سهموی. خب اگر داشتید x2 به اضافه y2 منهای z2 مساوی با r2، حضلولیگون یک پارچه داشتید. و اگر داشتید z2 منهای، یعنی همون قرینش ولی اون طرف r بمونه، x2 به اضافه y2 مساوی است با r2، این به شما میداد حضلولی دو پارچه. این از این. خب یه دسته دیگه از منحنی ها هستن که معروفن به استوانه. خب شما استوانه رو اینجوری میشناسید که حالا معروفش به استوانه مستدیر گرد، اما استوانه یه تعریف کلی تری داره. ببینید شما هر شکل یک بعدی یا هر خمی رو که در نظر بگیرید، اگر در یک جهت خاصی بهش عمق بدید بهش میگن استوانه. الان این شکل رو در این جهت عمق بدید اینجوری میشه دیگه، مثلا ایرانیت. این شکل رو شما در این جهت عمقش بدید، با یه رنگ دیگه بکشم که خب این میشه استوانه. حالا ببینید تو ادبیات در واقع ریاضی وقتی میخوان استوانه رو مشخص بکنن یه شکل مسطحی رو اسم میبرن مثل y مساوی با x2 و لفظ رویه رو میارن. خب میگن رویه فلان، یا لفظ استوانه رو میارن، رویه رو بهتر نگیم. وقتی میگن استوانه یه پیشفرضی هست و اون این که شما باید اینو در یک جهتی عمق بدید دیگه. در چه جهتی عمق میدید؟ در جهت محور متغیری که ظاهر نشده. الان متغیر z نیومده. خب من میتونم چیکار کنم؟ میگم آقا شکل من سه بعدیه،
این محور ایگرگ ها این الان اینجوریه، سهمیه من اینه دیگه نسبت محور ایکس ها. اینو شما چیکار کنید؟ در جهت محور زد ها عمقش بدید. اگه به شما بگن رویه x2 به اضافه استوانه x2 به اضافه y2 مساوی با 1، ببینید خود x2 به اضافه y2 مساوی یک دایره هستش. محور زتا چون نیومده، شما اینو در جهت محور زتا چیکار میکنید؟ عمقش میدید. خب همین اگه مثلا به شما بگن z مساوی با y2، استوانه z مساوی با y2، شما این محور z های اینم ایگرگ، استوان سهمیه شما اینجوریه، ولی با در جهت محور ایکس ها اینو عمقش بدید، یعنی اینو بیارید این طرف. حالا یه مقداری هم در واقع آدم باید بلد باشه شکل کشیدن که من چون آدم خیلی مسلطی نیستم، ولی خب امیدوارم جا افتاده باشه براتون دیگه. یه همچین شکلی میشه ناودون. خب اینم از این. حالا اون چیزهایی که به نظر من لازم می اومد بگم که حداقل بدونید تو این عوالم چه خبره رو براتون گفتم. یه مروری هم بکنید، خصوصا شکل ها رو به خاطر بسپرید. با اینا خیلی ما نمیتونیم ریزکاری بکنیم. میشه کارایی کرد، یعنی مثلا میشه دوتا شکل رو با هم دیگه قطع داد، مختصات رو به دست آورد، ولی هدف من این نبود. هدف من آشنایی بود که بدونیم چه خبره و امیدوارم که خیلی درکش برای شما مشکل نباشه دوستان. جلوتر هم احتمالاً استفاده میشه ازش و همین دیگه. درود بر شما. درود.